سال 2017 با تشبث بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال جوانان در تمام قلمرو وطن زمان تاجیکستان اعلان گردید و با تشبث بی‌واسطه کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون بهترین عائله جوان در تمام جمهوری اعلان گردید و ما با حال عائله‌مون اقدام گرفتیم که در این آزمون البته شرکت می‌ورزیم و من اون وقت در سال 2017 باعث آموزگار دانشگاه دولتی شهر خورو با نام معین نظرشاه فعالیت کردم و در این آزمون در آزمون شهری و ولایتی سزاوار جای اول گردیدیم و وقتی که با آزمون سطح جمهوری و پایتخت وطن عزیزمان شهر دوشنبه سفربر گردیدیم و در این آزمون سطح جمهوری از همه شهر و ناحیه‌های وطن عزیزمان تاجیکستان عائله و جوان اشتراک کردند و وقتی که به دور نهایی رسید و از جانب هیئت حکمان معرفی کرده شد جایهای سیوم، دوم و یکم و وقتی که جای سیوم رو اعلام کردند که به ولایت ختلان داده می شود عائله‌ام به طرف من مراجعت کرده با یک بسیار احساس بلند گفته که ما نتوانستیم حتی جای سیوم رو گیریم که با سر بلند به ولایت مختار کوهستان بدخشان رویم و خرسندی کنیم. اعلام کردند که جای دوم به پایتخت وطن عزیزمان شهر دوشنبه داده شد و بار دیگر به من مراجعت کردند که ما حتی نتوانستیم جای دوم رو اشغال نماییم و وقتی که از جانب حکمان اعلام کرده شد که جای اول به عائله جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان عائله ندبکوفا داده می شود من به طرف عائله‌ام مراجعت کرده گفتم که همه چیز وقت خود را دارد، همه چیز زحمت و تلاش های خود را دارد و این احساس این لحظه هیچ وقت از فکر من نمی رود. یک دیار خود را، یک گوشه زیبای وطن عزیز خود را معرفی میکنیم. فکر میکنم بهترین دستاورد عائلوی ماست و ما با تشبث بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما این لحظه را به دست آوردیم.